الحمد لله الولي الأولى والنصير الأعلى الموجب على عباده البراءة من الكافر الأقصى والأدنى والمتوعد مواليهم بالنار وبئس المثوى، والصلاة والسلام على إمام الموحدين المبعوث بالسيف رحمة للعالمين، وعلى الأصحاب والأتباع جمعنا الله بهم في جنة المأوى. أما بعد، السلام عليكم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران موحدم، بإذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 85 از آموزشی توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی موضوع امروزه ما داخل شدن الولاء والبراء به توحید الوهیت است و بیان حقیقت الولاء والبراء است. ای اهل توحید، بارک الله فیکم، بدانید که الولاء والبراء دو عبادت بزرگی هست که داخل توحید الوهیت می شود و از توحید الوهیت است. علما می گویند لا يتم توحید الالوهیة الا بالولاء لأهلها ومعاداة الكافرین بها المشرکین. توحید الوهیت شما پرره نمی شود تا همان زمانی که موالات بکنید با اهل توحید و دشمنی بکنید با کافرین و مشرکین، چگونه که به این خود قرآن دلالت میکند و همین است ملت ابراهیم حنیف که الله سبحانه و تعالی محمد صلی الله علیه و سلم و امتش را امر کرده است که به همین ملت ابراهیم حنیف چنگ بزند و پیروی بکند، خیلی که در سوره ممتحنات 4 آمده است. پس الولاء والبراء از توحید الوهیت است، به توحید الوهیت داخل می شود با تمام نمودی دلالت ها. ما 3 نمودی دلالت داریم: دلالت مطابقه و دلالت تضمن و دلالت التزام. از 3 نمودی دلالت، هم از دلالت مطابقه، هم از دلالت تضمن و هم از دلالت التلازم و التضمن، از همه نمودی دلالت ها الولاء والبراء داخل توحید الوهیت می شود. پس هر کسی که الولاء والبراء ندارد بداند که توحیدش صحیح نیست، توحید ندارد، به شکننده اسلام واقع شده است، زیرا که رکن توحید هم همین الولاء والبراء است. چخیلی که الشیخ عبداللطیف و عبدالرحمن نبیرگان محمد بن عبدالوهاب و علامه اهل سنت والجماعات سلیمان السحمان و غیر از علما ذکر کرده اند. پس شما سوال میکنید که الولاء والبراء این چی معنی دارد؟ بیایید نظر بکنیم به معنای الولاء، هم از نظر لغت و هم از نظر شریعت. در لغت کلمه الولاء، در لغت عربی کلمه الولاء که اصلش از فعل ولیه گرفته شده است، دلالت به قرب و نزدیکی میکند. پس اصلی کلمه الولاء این فعل است که ولیه است که دلالت به قرب و نزدیکی میکند، خیلی که ابن فارس در معجمش این سخن را ذکر کرده است. و این چنین اشتقاقات زیاد از لفظ ولا این چنین وجود دارد، مثلا الولی، المولى، الوالي، الموالي، الولاء والموالات، الولاية يوكي بفتحش الولاية والتولي. همه این اشتقاقات از همین ولی هست، از لفظ الولا هست و غیره.
مثلا در لغت وقتی که نظر میکنیم الله سبحانه و تعالی لغتاً به معنای لغویش ذکر کرده است در سوره انفال آیه 72 ولایتهم در اینجا به معنای ای نصرتهم نصره آمده است. ما لکم من ولاتی من شیء، یعنی برای شما نصرت دادن اونها فرض یا واجب نیست. به همین معنی ولایتهم به معنای نصرت. و از همین جهت به معنای لغویش اگر نظر کنید ولایه یا که ولایه گفته می شود. ولایتی مثلا یک منطقه رو ولایت میگند. مثلا در تاجیکستان هم میگند ولایت ختلون یا که ولایت سوغد یا ولایت قرغان تپه و غیره. ولایت چرا میگن؟ یعنی یک منطقه ای که همه اهلش به همدیگر نزدیک است، متقارب است و همه یکدیگریش رو کمک میکند، نصرت میدهد. از همین جهت ولایت گفته شده است. ولایت یا که ولایت هر دوش هم جایز است. یا حاکم رو والی میگویند. چرا والی میگند؟ برای اونکه حاکم یک کسی هست که در همون منطقه انسان‌های زندگی کرده ایستاده رو کمک میکند، به اونها نزدیک است. از همین جهت والی میگند. و بدانید که یکی از نام‌های الله سبحانه و تعالی الولی است. الولی اسم از اسماء الله عز و جل است. معنایش و از معنایش این است که یعنی الناصر، نصرت دهنده، و القریب، یک ذاتی که نزدیک و ذاتی که تمام امور را او اداره میکند. متولی الامور کی است؟ الله است. یگان حادثه نمی شود مگر اینکه با خواست الله، با اراده الله و با تولی الله سبحانه و تعالی. یعنی متولی الامور امن الله است. بارک الله فیکم. پس بارک الله فیکم معنای که در لغت این چنین دلالت به معنای لفظی الولا میکند بمانند محبه، المحبه، موده، الطاعه و پیروی کردن، متابعت کردن، نصرت دادن، کمک نمودن، دستگیری کردن، نزدیک شدن، هم پیمان شدن، هم صحبت شدن و همه این یعنی کلمه هایی که ذکر شد، این معناهایی که ذکر شد در درون کلمه الولا وجود دارد. در درون کلمه الولاء شرعی وجود دارد. این بود معنای الولا لغتا. اما معنای بگویم تعریف الولا در اصطلاح شرعی این است: هر اون عملهایی که حاصل میشد در بین خلق از محبت و از مهربانی و از کمک و نصرت دادن و از دستگیری کردن همدیگر و از یاری دادن و از نزدیکی جستن به همدیگر و از عهد و پیمان بستن، بگویم از هم پیمان شدن و از برادری و دوستی و از اطاعت کردن و هم صحبت شدن، دوست شدن و به همدیگر نزدیک، همیشه ملازم همدیگر شدن، یعنی به همدیگر لطیف و مهربان شدن، به همدیگر اکرام کردن، که همه این محبت و مهربانی و نصرت که به خاطر دین باشد و به خاطر کلمه توحید باشد، انا من را الولا میگویند. سبحان الله. اگر مختصرا بگیم دوست داشتن یک مؤمن و مهربانی کردن و کمک کردن او و نصرت دادن او به خاطر کلمه توحید و به خاطر دین باشد، انا من الولا است و این به نهایت عبادت بزرگ است و این از توحید الوهیت است. بارک الله فیکم. پس ای برادرم و خواهر موحدم، به هر یک مسلمان واجب است که موالات مؤمنین بکند.
و از موالات کافرها دست کشد. به هر یک مسلمان واجب است که مؤمنین را دوست دارد، محبت داشته باشد، با قلبش و نصرت و کمک بکند، با جسمش نصرتشان بدهد، کمکشان بکند. البته با فکر، با جسم، با مال و با چیزی که میتواند، با مشورت. و از موالات کافرها دست بکشد، از دوستداری کافر، از مهربانی کافر نسبت کافر، از کمک کردن کافر دست بکشد. علما میگویند از همه بزرگترین محرمات بعد از شرک این سبحان الله تولی اعداء الله سبحانه و تعالی، دوستی کردن و نصرت دادنی دشمنان الله سبحانه و تعالی که کافرها و مشرکا هستند، و دشمنی کردن و بد دیدن اولیاء الله که اینها مؤمنان هستند. یعنی بله، از همه بزرگترین گناه معروف است که شرک است، و بعد از شرک از همه بزرگترین گناه این دوستی کردن با کافرها، نصرت دادن کافرها و بد دیدن موحدین و دشمنی کردن با موحدین. الله المستعان. پس امروز برای مؤمنها، مسلمانها، مؤمنین و مسلمین و موحدین واجب است که به همدیگرشان به مانند یک جسم باشند، به مانند یک جسم یگانه باشند، همدیگرشان را دوست بدارند، به همدیگر مهربان باشند، همدیگر را کمک بکنند و نصرت بدهند. این از توحید الوهیت است. همدیگر را به مانند یک جسم بدانند که اگر یک قسم جسم درد بکند، قسم دیگرش هم به درد بیاید. یک قسم جسم اگر به کمک احتیاج بکند، قسم دوم جسم به او کمک بکند. وقتی که به پای انسان خار در آمد، دست می آید و خار را از پای بیرون میکند. اینچنین اگر به یک قسم موحدین مشکلی آمد، ضرری آمد، باید قسم دیگری به آنها کمک بکند. و پس به همدیگر برادر باشند، همدیگر را نصرت بدهند و کمک بدهند. خیلی که الله رب العزة والجلال و رسولش محمد صلی الله علیه و سلم به این عملی بزرگ امر کرده است. بله، الله و رسولش در یک چند جای امر کرده است. زیاده از 10 آیت و 10 حدیث در این مسئله وجود دارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است. البته الله میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما المؤمنون اخوه، همانا که مؤمنان به همدیگر برادر هستند. این فقط اعلان کردن نیست، بلکه تطبیق باید کرده شود. او برادری که تو از یک مادرت داری، برادری شقیقی که داری، او برادرت که از مادرت زاییده شد، همراهت بزرگ شد، اما مشرک است، پس او برادری تو نیست؟ پس او برادری شرعی تو نیست؟ تو باید به او براءت را اعلان بکنی. و این امر الله است سبحانه و تعالی. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء این استحبوا الكفر على الایمان. اونانی که ایمان آوردید، به دوستی نگیرید پدرهایتون را و برادرهایتون را زمانی که اونها کفر را بر ایمان اختیار کردند، کفر را بر ایمان دوست داشتند، یعنی کافرند. پس برادری تو همان کسی هست که
لا اله الا الله محمد رسول الله را نطق کرده و شهادت داده و تصدیق کرده و رکنهایش و شرطهایش را به جا آورده و مؤمن و مسلمان است، گرچند که در نزد تو وجود نداشته باشد، اگرچه او در دیگر منطقه وجود داشته باشد. الولاء محبتی که پیش این محبت را این سرحدها، این حدودها گرفته نمیتواند. محبتی که فقط دایره ملتگرایی در یک ملت نه، بلکه بیرون از ملت است. این دوستداری و محبتی که به خاطر لا اله الا الله است و به خاطر الله و رسولش است. این محبتی که سیاه و سفید را فرق نمیگذارد، عرب و عجم را فرق نمیگذارد. سلمان فارسی رضی الله عنه از فارس آمد و رسول الله گفتند سلمان منی آل البیت، سلمان اهل بیت خانواده من است گفتند. و تمام عرب از صحابگان سلمان را دوست داشتند و نصرتش میدادند. البته این انمین است، موالات، الولاء. صهیب از روم آمد، صحابه شد. بلال از حبش صحابه شد که دوست داشتن اونها البته به ما واجب است و تمام صحابگان در همان روز دوست می داشتند، از صحابگان رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند. پس همین است دین ما. دین ما ملت را از ملت جدا نمی کند. دین ما به خودش یک حدود معین را نمی گذارد که تا همون حدود دوستی ما و بعد از اون دوستی ما نیست. و امروزه این حدودهایی که گذاشته شده است، تاجیک، ازبک، قزاق و دیگر، این همه حدودهای کفری است که ما اقرار نمی کنیم. حدود ما این لا اله الا الله محمد رسول الله است. هر کسی بگفت و عمل کرد و طلباتش را به جا آورد، بداند که او دوستی ما است و ما او را دوست می داریم و باید سبحان الله در حق او کمک و دعای داشته باشیم. در حدیث صحیح میگن پیامبر صلی الله علیه و آله که المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. مؤمن برای مؤمن به مانند یک خانه هست که یک اعضای دیگرش اعضای دیگری را مستحکم میکند. چه که خانه ستونها دارد، یک ستون ستون دیگر را نگاه میکند. وقتی یک ستون رفت البته کمی خانه به مشکلی دچار میشد. این چنین مؤمن همچنین است. باید همدیگر را دوست بداریم، به همدیگر کمک بکنیم، به همدیگر نصرت بدهیم و به همدیگر مهربان باشیم و همدیگر را فراموش نکنیم و همدیگر را دعا بکنیم. انمین است الولاء، انمین است عبادت بزرگ از توحید الوهیت. میخواهی که به توحید الوهیت عمل بکنی، انمین است عمل. بعضی ها میگویند توحید را می آموزیم فقط بس است، یعنی فقط تقسیمات توحید 3 قسم است، توحید این است آن است. وقتی که توحید را آموختیم عمل کنی عمل. بله عمل انمین است، عبادت هایی که ما در حلقه گذاشته بیان کردیم و این عبادت بزرگی که از درون توحید الوهیت گرفته شده و به شما بیان کرده شده است. الولاء والبراء، مهربانی در حق برادرت، در حق خواهرت، فراموش نکردن خواهر و برادرت، دوست داشتن اونها به قلبت، دوست داشتن کسانی که الله اونها را دوست می‌دارد. و البته که الله من شما را نهی کرده است، باز داشته است از دوست داشتن کافرین، مشرکین، مرتدین، منافقین. الله میگه که کافران را و مشرکان را به خود دوست نگیرید. لا يتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. ای مسلمان ها، کافرها را اولیای خود، دوست خود نگیرید بجز مؤمنین. یعنی مؤمن ها را به یک طرف گذاشته، کافرها را به خود دوست نگیرید. خیلی که گفتیم دوست گرفتن کافرها، اولیا گرفتن اونها چگونه است؟ دوست داشتن، کمک کردن،
نصرت دادن، دست گیری کردن و غیره. انا همین است الولاء. ولا ضدش البراء است. ولا اگر دوست داشتن و کمک کردن باشد، ضد الولاء البراء است. براءت که بد دیدن و دشمنی کردن، این البراء است. با همین معنای الولاء به شما بیان گشت. این عبادت بزرگ که از توحید الوهیتش بیان گشت. حالا به شما بیان میکنیم البراء. تعریف البراء در لغت، البراء ضدش الولاء هست. خیلی که گفتیم ضد الولاء براء هست و ضد البراء الولاء هست. هر یک کلمه رو به ضدش فهمیده میشد. پس همون الولاء که قرب و نزدیکی بود، ضد عدا و دشمنی و ضد دوری است. پس البراء، این علما میگن جدا شدن، پاک شدن، دور شدن و مخالفت نمودن و تنازع کردن و دست کشیدن و پاک شدن، این همه کلمه البراء است. در لغت کلمه البراء به همین معنی است: تخلص، پاک، دور شدن، مخالفت کردن و غیره. و این چنین از معنای البراء این چی است؟ قطع کردن موالات، یعنی موالات نکردن، مودت و دوستی و مهربانی نکردن و نصرت ندادن. معنای براءت همین است که ما باید بفهمیم. این در لغت است. اما در شریعت البراء تعریف شرعیش علما میگن ما يجب فعله مع الكافر من البغض والعداوه، اون چیه که واجب است انجام دادنش نسبت کافر از بغض و عداوت. یعنی نسبت کافر برای مسلمان واجب است که انجام بدهد. هر یک مسلمان وظیفه دار است و به هر یک مسلمان واجب است که نسبت کافر بغض و عداوت داشته باشد و دشمنی داشته باشد. و البته که معنای الولاء و البراء در ادله شرعی وارد شده است به معنای محبت، مودت، الولاء و التولی و الموالات. این به معنای الولاء و این چنین کلمه البراء به معنای بغض، براءت، معاده و عداوه ذکر شده است. و این معروف است. ان شاء الله ما به شما دلیل های رو از قرآن و سنت ذکر میکنیم. بارک الله فیکم. پس بدانید موالات و معادات، دوست داشتن، نصرت دادن و کمک کردن و مهربانی کردن و مودت کردن و دشمنی و بغض و عداوت، معادات معنایش معلوم است و بازگشت معنای این کلمه ها بعد از حقیقتی لغوی و شرعی به عرف باز میگردد. این چنین به عرف باز میگردد. یعنی هر یک قوم دوستی و نصرت و دشمنی و عداوت را به عرف خودش هم میفهمد. بعضی از عملهایی هست که انسان در یک منطقه اگر نسبت کافر انجام دهد این موالات حساب می شود، اما در یک منطقه دیگر شاید موالات حساب نشود. البته که شریعت حقیقتی الموالا و المعاده را بیان کرده است. شریعت حقیقتی الولا و البرا را بیان کرده و آشکار کرده است. خیلی که به این دلالت میکند قرآن و سنت. و باید بدانید که این چنین به این دلالت میکند حقیقت عرفی و این چنین لغوی و این چنین حقیقت شرعی. و این لفظ هایی که ما به شما بیان کردیم، لفظی الموالا و المعاده یا که الولا و البرا،
بازگشتش به عرف است. این چنین بازگشتش به عرف است. بعد از اینکه ما حقیقتش رو از قرآن و سنت به شما بیان کردیم، معنیش رو بیان کردیم، اما با عرف فهمیده می شود که کدام عملها دوستی و کدام عملها دوستی نیست و کدام عملها دشمنی و کدام عملها دشمنی نیست. و البته معنای این کلمه ها الولاء و البراء معروف است، مشهور است، حجت به تعریف کردن نیست. هر یک انسان عاقل می داند که فلان انسان موالات کرده است انسان دیگر را، یعنی دوستی و مودت و نصرت و مهربانی کرده است انسان دیگر را. به فعلهای اون میشناسید یا به عملهایش یا به سخنش، یا میفهمید فلان انسان به فلان انسان دشمنی کرده است، از عملش یا از سخنش میبینید. هر یک انسان میفهمد. مثلا میبینید که دو انسان به هم دیگر بدی یا سختگیری کرده است یا که دشمنی کرده است، میفهمید که این معادات است. اما مهربانی باشد میفهمید که موالات است. علما میگن این مسئله فهمیشی الولاء و البراء اینقدر حاجت سخت برای تأمل کردن و قیاس کردن ندارد. هر یک انسانی که عاقل است زود میفهمد که کی موالات و کی معادات کرده است. پس موالات کردن کافرها یا که دشمنی و معادات و به اونها بغض کردن فهمیده می شود با عمل ظاهری انسان. به مجرد یک عملی که انسان نسبت کافر میکند فهمیده می شود که این انسان نسبت او دوستی، مهربانی، نصرت داده است یا که دشمنی، بغض و عداوت کرده است. این ناممکن است که انسان عاقل از مسئله موالا یا که معادا نفهمیده ماند و دور بماند. چخیلی که الآلوسی یکی از علمای لغت میگه كل ما عده العرف تعظيما وحسبه المسلمون موالاه فهو منهي عنه ولو مع اهل الذمه. همه آن چیزهایی که عرف همان چیز را بزرگ شماریده است و مسلمان ها این چیز را موالاتی سابده است، پس انجام دادن همین عمل منهی است، یعنی منع است، انجام دادنش جایز نیست و از نظر شریعت نه شده است، اگرچه نسبت اهل ذمه باشد، کافرهایی که در دولت مسلمان زندگی میکنند. حاضر این چنین کافرها وجود ندارد که جزیه بدهد و زندگی بکند. ولا ارى القيام لهم في المجالس الا من الامور المحظوره لانه دلالة على التعظيم القوي. یعنی شیخ علوسی میگن که در یک مجلس اگر نشسته باشید بناگاه یک کافر بیاد خیستن در روبروی اونها جایز نیست، میگد من این رو بد میبینم، میگد برای اینکه این دلالت به بزرگ، به احترام اونها و به بزرگ شماریدن اونها و به موالات میکند. ببینید که علوسی در این سخن را در کتاب تفسیر روح المعانی، تفسیر مجله سوم صفحه 120 ذکر کرده است. و البته الالوسی یک از علمای بزرگی بارک الله فیکم عراق و مذهبی حنفی است. بارک الله فیکم. پس امروز چقدر مصیبت شده است که این عبادت بزرگ نابود شده است. مسلمان ها به دولت های کفری هجرت کرده و به خاطری یک لقمه نان خود که الله وعده داده است که این رزق را خودش میدهد موالات با کفار میکنند، دوستی و محبت و نصرت و مهربانی با کفار. و امروز چقدر مصیبت است که فرقه از جهمی ها، مرجئه ها و طاغوت پرست ها برآمدند و موالات طاغوت را واجب کرده اند، دوستداری و مهربانی و نصرت دادن طاغوت را واجب کرده و دوست داشتن موحدین را انکار کرده اند. پس ای موحد، به تو واجب است و از توحید الوهیت است که دوست بداری هر کسی را که لا اله الا الله محمد رسول الله را نطق می کند و عمل می کند و رکنش و شرطهایش را بجا می آورد، نصرتش بدهی، در حقش دعا بکنی، اگرچه دور باشد، اگرچه از ملت تو نباشد، اگرچه از قوم تو نباشد. قومگرایی، ملتگرایی برای همین حرام است که
موالات را فقط به یک قوم به ملت یکجا میکند و این دوستداری قومی، یعنی یک انسان فقط قومش را دوست دارد ملتش را دوست بدارد، دو مشکلی را ایجاد میکند. مشکلی موالات که باید به همه میکرد به همه نکرده شده است و این چنین دوست داشتن کسانی را که الله دوست نمیدارد. در قوم تو، در ملت تو کسانی هستند که باید بد ببینی، باید معادات داشته باشی، باید براءت از اونها بکنی، اما اونها را دوست میداری. پس بدان که به تو واجب است که دوست بداری کسی را که نمیشناسی، سیاه است، از دیگر ملت است، و بعد ببینی نزدیکترین کسی را که در نزد تو است پدرت است، برادرت است، فرزندت است، وقتی که در دین الله نباشد، وقتی که مشرک باشد، باید براءت بکنی. تمامی پیامبران با همین دین آمدند، دینی الولاء والبراء. حضرت نوح علیه السلام وقتی که کشتی را ساخت، به کشتی سوار شد، از الله خواست که یا ربی این ابنی من اهلی، ای الله، ای رب من، این پسر من از اهل من است، چیکار بکنم؟ الله گفت او را ترک بکن، او را بگذار که غرق بشود و بمیرد، برای اون که او کافر است. نسبت کافر تو حق نداری که موالات بکنی. حضرت نوح زنشون و فرزندشون را ترک کردند. حضرت لوط علیه السلام زنشون را ترک کردند، براءت از زن خودشون کردند. و همچنین پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم براءت از نزدیکترین خویش و اقربای خود که کفار و مشرکین بودند براءت کردند. از عمکشون ابو لهب، از عمکشون ابو طالب نمی توانند که کمک بکنند. و همچنین صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قصه‌شون معروف است، از خانواده خود براءت کردند. مؤمن یافت نمی شود که مؤمن و مسلمان باشد با کافرها موالات کند، با پدر و مادر و با برادر کافرش موالات داشته باشد. این مؤمن نیست. مؤمن همون کسی است که براءت را نسبت کافرین و مشرکین اعلان کرده و موالات را نسبت مؤمنین و موحدین اعلان کرده. حضرت ابراهیم علیه السلام ابو الانبیاء خلیل الله براءت خود را از پدر خود اعلان کردند. اذ قال ابراهیم لابیه و قومه، زمانی که ابراهیم به پدرش و قومش گفت انی براء منکم و مما تعبدون، من براءت خودم را اعلان میکنم از شما و از آن چیزی که شما عبادت میکنید. توحید الوهیت به وجود نمی آید مگرم با تطبیق و تحقیق الولاء والبراء. پس ای موحد، الولاء والبراء را تحقیق بکن، بعد از این توحیدت صحیح می شود، نجات می یابی. الحب لله والبغض فی الله را تحقیق بکن. پس با همین این حلقه را به پایان می رسانیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده دلیل ها را از قرآن و سنت در مسئله الولاء والبراء ذکر خواهیم کرد. اللهم علمنا مما ينفعنا وينفعنا مما علمتنا إنك أنت علام الغيوب.